الله اکبر. وسلم على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد. در شرایطی که رژیم کمونیستی به اساس کودتای نافرجام وزیر دفاع وقت در آستانه سقوط قرار گرفته بود، آن پرچمدار سنگرهای مقاومت با استفاده از فرصت پیش آمده عملیات وسیع را به هدف فتح ولایت میدان طراحی و سازماندهی نمود، در حالی که خود شخصا فرماندهی این عملیات بزرگ را به عهده داشت و پیشاپیش رزم آوران مجاهد به نبرد با دشمن می پرداخت. بعد تصرف تعداد زیاد از سنگرهای دشمن می رفت که تا آخرین لانه های مقاومت مزدوران رژیم را در هم کوبد و درفش ظفر آفرین را بر قله های شامخ آن دیار خونین و اهتزاز در آورد که ناگهان قلب با صفایش مورد اصابت تیر دشمن قرار گرفت و آن قامت رسا بعد از سالها جهاد و مبارزه در راه خدا خمیده شد. هنگامی که همسنگران مجاهدش پیکر خونچکان و نیمجان آن جانباز راه حق را غرض تداوی به پاکستان انتقال می دادند، در مسیر راه جاجی دعوت حق را لبیک گفته با عروج خونینش به ملکوت اعلی پیوست. فرازهای از وصیت‌نامه شهید غلام نبی مشتاق. من به عنوان یک مسلمان راه خود را آگاهانه انتخاب نموده‌ام، اگرچه نتوانستم شمه از اصول مکتب حیات بخش خیش را بالای خود تطبیق کنم، ولی دانستم که سعادت و رستگاری در جهاد مقدس نهفته است. بارها آرزوی شهادت در راه خدا نموده‌ام، ولی از آنجا که تا هنوز لیاقت شهادت را پیدا نکرده‌ام
من موفق به کسب این منصب بزرگ نشده‌ام، ولی اینک از خدای خویش می‌خواهم که مرگم را شهادت در راه خودش قرار بدهد. برادران همرزمم، در تلاش خودسازی و جامعه سازی باشید. قرآن زیاد